پدر و مادرت سیاست نکو، جیغ نزن سرش، فریاد نکو، پرخاش نکو، سیاست نکو. او مزدور خانه نیست، او پادشاه خانه است، پادشاه زن و بچه است، پادشاه دنیا و آخرت است. اگر پدر و مادر نبخشه خداوند نمیبخشه. دلش مکرر رنجید آق هستین از پدر و مادر. این مهم نیست که آق بگویه شما را. یفهمین گپه؟ خداوند ما را اگر اینطور باشیم ما را الله اصلاح بسازه. گفتم به همسرش، به دخترش، به بچهش، به همسایش، به رفیقش، به دوست آشنایش حق میته، اما به پدر و مادرش حتی حق سخن را نمیته، حق قصه کردن را نمیته، حق مهر ورزیدن را نمیته. حضرت رسول کریم علیه السلام میفرماید دیدن طرف روی پدر مبارک و دیدن طرف روی مادر مبارک، یک بار دیدنی با اخلاص ثواب 33 حج مقبول را دارد.